أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تبلیغ بکنن، دعوت بکنن، فرض است، حتی فرض در سورة آل عمران الله امر کنه ولتکن منکم امه، باید موجود شود، امر کنه منکم از شما مؤمنین امت یأمرون یدعون الى الخیر، دعوت بکن بخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، با فرایض امر کنند گناه مانع شوند و اولئک هم المفلحون، اینا کامیاب. الله در سورة آل عمران یہ توجیه داره فرض است. رسول توبه می فرماید المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مردای مؤمن زن مؤمن بعضش دوستای بعض دیگر است، یعنی باید دوستی ناصر و مدد کننده است. یک مؤمن دیگه خدا کمک کنه به چی کار؟ در راه دعوت. یعنی کار اسلام کار جمعی است، با جماعت، با یک جمع واحد، امت واحد، فکر واحد، عقیده واحد، مطابق قرآن دعوت. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این سورة توبه. امر کنند به نیکی ها، منع کنند از گناه. این وظیفه ماست، این فرض است. و رسول الله هم در حدیث میگه من را منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه و ان لم یستطع فبقلبه و ذلك اضعف الایمان. کسی از شما گناه را دید، هر مسلمان، مرد زن، دختر از بچه، ذکور از اناث، فلیغیره، تغییر بده و گناه را بیده و دست. دیگه گناه زور داری با دست مانم، نخودی گناه نمیمانم، ماشوتی یک سیلی کشش باز میگه فإن لم یستطع، اگر توانایی نداشت او را سیلی دیا دستی در دان ازی میزنه، با چیکار کنه؟ بلسان، با زبان میگه. اگر بسیار ضعیف ایمان شد با زبان هم گفتن بگویه که میگناست، باز چی کنن؟ قلبا با او گناهگار و گناه نفرت داشته باشه، تصمیم بگیره که من را تغییر نیست، قوت پیدا میشه. یعنی دیگه مسلمان ها را که خود یک جای میکنه. باز میفرماید و ذالک، همین که کسی گناه را قلبا بد ببره، اضعف ایمان، ضعیفترین درجه ایمان، ضعیفترین. کسی که به زبان هم بیان نمیکنه حق نمیگه، این دیگه ایمانش بسیار چیه؟ ضعیف. اگر قلبا هم بد نبره گناهگار و گناه را، اینجا باز ایمان باقی نمیمانه. حالا خب ببینید که گناهگارا را مردم چی میکنه؟ عزت میکنه، نه؟ گناه را بالا بشی، فلانی خان، فلانی صاحب، ملک صاحب، قماندان صاحب، حاجی صاحب، فلانی صاحب بالا بشی، نه؟ چاپلوسیش هم میکنه. اینجا دیگه ایمان نمیمانه. اگر کل مسلمان های گناهگار نفرت داشته باشه، دعوتش بتن، اول دعوتش بتن، سرش کار اصلاح شد، خوب نشد رابطه تا قطع کنی، اصلاح میشه طبعا. هیچ کسی که تزگاب نزنه، نه پرسانش بکنه، نه در عید پیشش بره، نه در خوشی بره، نه در عروسیش بره، نه در مردهش بره، اصلاح میشه یا نمیشه؟ یعنی که ما شما که گناهگارا را عزت کردیم، او در گناه خود چی میکنه؟ جرأت پیدا میکنه. این فرض است به بالای ما. رسول الله سمیه من را میکنم فلیغیر امر است. این حال یکم جاهل میگه که تو چی به من، مرا چی به تو، مارا چی به مردم، مارا چی به مردم. جهالت است، گناهی گم گفتن. تو در قبر من میری، من در قبر تو، هر کی در قبر خود جواب میکنه. موسی بدین خود، عیسی بدین خود. تو در کار خود باش، من در کار خود. یکم تا که گپ میزنه در شعبه بشی، نه؟ تو در شعبه خود باش، من در شعبه خود. نه بود از لنگ خود کشال گوسفند. اگر بگوی چی میگه؟ اگر من شراب میخورم، زنا میکنم، بینمازی میکنم، عیاشی میکنم، خودم جواب خودم میدم، تو حق نداری مرا گپ بزن. نه دیگه گپ گفت یک سری دم بیخ گوشش کن. بخت نمیمانم تو را، نمیگه پا، میگم پا سال جاهل. ما و شما در امور مردم باید مداخله کنیم. در کدام مداخله مشروع، مداخله مناسب، مداخله
درست مطابق قرآن که گناه، تجاوز، ظلم، معاصی، کارهای نامشروعشان تقبیحش کنیم، محکومش کنیم، ردش کنیم، مانع شویم. کارهای خیرشان تشویق آفرین انشاءالله الله برات اجر بده. این وظیفه ماست. حتی عبدالله ابن عباس میگه اگر یک کسی بسیار ضعیف هم بود که به زبان مستقیم گفته نمیتونه، یک گناه را که دید بگه یا الله گناه، یا الله گناه، همه قبول بگه. او را نگویه که گناه کردی که گناه نزنیش، نه، بگه یا الله گناه، این قدر ها مگه نگویه. و دیگه در این راهی که دعوت میکنی زدن خیر است، بسیار درجه داره. تو را بزن نام بسیار درجه، ولی بگوی که حرام. و دیگه ای که در گناه شرکت نکنی، مثلا محفل عروسیش نه، رقص خواندن و زدنک است یا قمار است، دیگه نروی اونجا، شرکت نکن. وقتی گفت چرا نامدی، ماما و کاکایت برش زنگ که زد، زنگ آمده بگو به این خاطر نامدم که این گناه است. ساز آوردی، سرود آوردی، قماربازا را جمع کردی، شرابیار را عروسی جمع کردی، شرابخورا را جمع کردی، زن و مرد میرقصانی. و این مجلس گناه است، به می خاطر نامدیم و نمیم در آینده هم. اگر در مردداریش گناه بود هم بگوید، در فاتحهش نروه. اگر گفت که چرا نامدی نگوید که نه بخش مریض بودم، نه برش بگوید که فاتحه بدعت است، گناه است، به این خاطر نامدیم. توجه شده؟ این چه واضح کنم برای باز ببینیم مردم باز میگه که مرد چه؟ من نفر میگم چرا این چیز نمیگی؟ گناه کدرایی بود یک جوانه میگه اگر مرا بگه تو را چی؟ باز با من چی مان؟ تو را چی؟ آبروی ما میره، عزت ما میره، آبروی تا دوست داری. آیا رسول الله صلی الله علیه و در طایف دعوت که داد سنگ بارانش نکردن؟ از بدنش خون جاری نشد. آبروی تو از آبروی اشرف الانبیا، بهترین مخلوقات، از او کدر بالاست. خاطر دین الله آبروی تا بریزان، حتی جان تا تثبته. و می خاطر رسول الله صلی الله علیه و چی می فرماید؟ حدیث صحیح قرآن هم اشاره کرده با افضل الجهاد کلمت الحق. کلمت الحق افضل الجهاد، بهترین جهاد گفتن کلمه حق است. عند سلطان جائر، در حضور پادشاه ظالم. پادشاه قوت داره، ظالم هم است که بگویی میکشید اونجا بگو. حالی مردم پیش یک آدم الهی نمیگن خفه نشود. منش که مردم خفه نمیکنه. من در یک مجلس بودم، چند تا آمدن گرم میزدیم پول آدسی. یک جنرال آمد تا متوقت بادیگار داخل. یا متکبر از بعضی از جنرالا گپ مرا قطع کرد. ما گپ میزدیم، بچه ها خواهد چطور رسید همین سیگرت کشید، دید که ما بالا ششتیم، چهره مولوی دارم مثل مولوی بالا ششتم. من چون لنگی هم بود بسرم نبود بالا. حالا و مولوی صاحب اگر اجازه باشه این سیگرت، گفتم اجازه نیست. نیست اجازه. نه اگر نه دیگه مولوی صاحب لوش اجازه کار ندارم، نیست اجازه. گفتم از من اجازه میگیری؟ گفتم اجازه نیست. رنگ سفید اجازه نیست. اول نگیریم نیست اجازه. تکرارم کرد اجازه نیست. ما چیکار هستم؟ یکی گفتم من حق ندارم که اجازه بتم، این روی حرام است. کل مسکر و نهى رسول الله من کل مسکر و مفتر. هر چیزی که نشه میکنه و سستی را میاره، اسراف است، حرام است. دیگه گفتم یکی حرام است، من حرام حق ندارم اجازه بتم حرام حلال کنم. یک دومی که گفتم من بسیار حساسیت هم دارم، و سیگرت که بزنی گنگ میشم حلال کنم. برو همین اتاق من ترک کنم، اجازه نیست. دیگه وضعش خراب شد، چت کرد بخیزه بچه ها. بادیگاردار کرد، کار کرد که صاحب خانه از پشتش بده بوده چی حالت که اینجا کلش ملا باران است. گفت ملا آمده برآمد و صاحب خانه از پشتش دوید. از پشتش که دوید آمد گفت چی گپ شد؟ گفتم من چه می جنرال صاحب گفت که زود نان ناوردی پارچه کرد. خواب گفت پسان ناشد کسی گفتش نان زود ناوردی و یعنی یک نان تیاره تال دادی رعب کنه او که وقت نداره جنرال، یک دقیقه وقت داره خانه.
پس این همیست که ما گناه را دیدیم، حالا یک کسی چرس خودم میکشه اجازه باشه نوش جان میزن گناهی شدید چرسی را گفتی نوش جان حتی سلام میزنن وانه سیگرت بتم اگر اشتیایتان باشه توبه